خدا ما رو چرا آفرید؟ خدا ما رو چرا آفرید؟ خدا ما رو چرا آفرید؟ 100 بار آدم جواب این سوالو بشنوه بازم این پرسه، میگه راستی اون دفعه به من گفتید چی شد؟ من قانع شدم. مثلا میگه که اگه من آفریده نشده بودم کلن، الان لازمم نبود آدم حسابی بشم، الان لازم نبود این همه مراقبت کنم، الان لازم نبود این همه سختی بکشم که حالا خوب سختی بکش تا جایزه بهت بدم، اصلا نبودم دیگه. واقعا جواب این سوال چیه؟ من چرا آفریده شدم؟ یه دفعه میاد همه اهداف خلقت رو مثل عباراتی که معمولا ما به کار میبریم، کمال، عبودیت، همه اینا رو میگه آقا درست، اصلا قبول دارم هر انسانی که هست باید به کمال برسه، باید عبد خدا بشه، باید معرفت پیدا کنه، بعدش هم خدا جایزه میده، باشه. ولی اگه آفریده نشده بودم راه نیازی نبود من اصلا این راه سخت رو بیام. به این چی باید جواب داد؟ میدونید چرا جوانها خیلی دیر قانع میشن به جواب این سوال و تقریبا هم قانع نمیشن؟ من خیلی ها رو پرسیدم ازشون شما یادت نوجوانی این سوالو داشتی؟ میگه آره. میگم الان قانع شدی؟ 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، 10 سال، بچه خوبی هم هست. میگه راستش هنوز نه. جواب این سوال در واقع یک پاسخ نظری نیست، یک پاسخ شهودیه. این انسان کی دست از این سوالش ور میداره و میگه آ خدا یادته من پرسیده بودم که چرا منو آفریده بودی و هیچی نمیگفتی؟ الان میگم عالی شد منو آفرید. کی؟ وقتی که لذت ببر. وقتی که لذت ببر. عالیه. وسط لذت بگی میخوای نبودی؟ میگه نه چرا نباشم، چرا نباشم به این خوبی. فقط انسان موقع لذت بردن ساکت میشه. چرا خدا انسان رو آفرید؟ برای اینکه لذت ببره. این جواب اگه کسی درکش کنه قانع کننده ترین پاسخه برای اینکه خدا منو چرا آفرید. لذت آدم آروم میکنه. کسی وسط لذت باشه دیگه سوال نمیکنه، ولی انسان غرق لذت شد راضی میشه از خدا. هر چی تو این دنیا بیشتر لذت ببری خدا بیشتر اون دنیا بهت پاداش میده. هر چی بیشتر لذت ببری. آقا چه لذتی؟ من دارم فارسی صحبت میکنم. هر چی بیشتر لذت ببری. کی خدا از آدم ناراحت میشه؟ وقتی خودتو بزنی. لذا امیرالمومنین تو دعای کامل صدا میزنه ظلمت نفسی، خودمو زدم، خوش نگذشته بهم، من شکستم، من له شدم. نه من تو رو ناراحت کردم خودم خوش گذروندم، من بد گذروندم. تو ناراحت شدی من بد گذروندم، حالا منو کمک کن. چرا خدا انسان رو آفرید؟ برای اینکه لذت ببره. من میخوام به عالی ترین لذت، بیشترین لذت، پایدارترین لذت، لذت همه جانبه، لذت بی ضرر برسم.